به همه شما خوش آمد میگم و تشکر میکنم که امروز در این گرد همایی دور هم جمع شدیم که بار دیگه صدای اعتراضمون رو برای آزادی تمامی زندانی‌های سیاسی و بر علیه اعدام که این عمل جنایت و یک خشونت عمیق دولتی هست رو ابراز کنیم. اعدام یک قتل عمد دولتیه. ما اینجا جمع شدیم که بار دیگه اعتراض کنیم به تمامی جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی در 34 سال انجام داده. آمار اعدام‌ها روز به روز داره بیشتر میشه. همین دیروز بود که 11 نفر رو فقط در یک زندان اعدام کردن. جمهوری اسلامی داره از حربه اعدام استفاده میکنه که تمامی خواسته ها و مطالبات واقعی مردم رو سرپوش بذاره. با زندانی کردن زندانی‌های سیاسی، اذیت آزار آنها، اذیت آزار خانواده‌هاشون، سعی در سرپوش گذاشتن، سعی در منتفی کردن تمامی مطالبات واقعی مردم داره. مطالبات واقعی و حق واقعی مردم که با کوچکترین اعتراض با بدترین خشونت با اونا رفتار میشه. جمهوری اسلامی باید بدونه که مردم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان. 34 ساله با جنایتش، با کشتارش، با قتلش، با دستگیری و اذیت و آزار مردم سعی داره که این حکومت و این حاکمیت سیاه خودش رو به پیش ببره. با تغییر مهره‌هاش، با مسحک انتخاباتش. ولی باید بدونه که با این همه سیاست‌ها، با این همه ترفندها، با این همه حیله‌ها نمیتونه که حاکمیت سیاه خودش رو به مردم اونجوری که بخواد خوب نشون بده و بتونه سرپا بمونه. شکنجه و تجاوزهای جنسی قرار دادند. علیرغم اینکه 3 روز از اجرای احکام اعدام‌های گروهی می‌گذرد، اما هنوز قوه قضاییه ولی فقیه از انتشار اخبار اعدام‌ها جلوگیری می‌کنند. موج جدید اعدام‌های گروهی پس از انتصاب آخوند حسن روحانی آغاز شده است. روحانی در مصاحبه‌هایش فریبکارانه سعی می‌کند تصویر دیگری از خود ارائه دهد. بیخبری مطلق از وضعیت زندانیان سیاسی علی سارمی و فرزندانش، زیر فشار قرار دادن پژمان ظفرمند اکبر امینی برای پروژه اعترافگیری، ضرب و شتم احمد تماوی و انتقال وی به انفرادی، شکنجه جسمی و روحی مجید دوری زندانی سیاسی، اجرای احکام اعدام زندانیان عقیدتی اهل تسنن، دانشمند زندانی امید کوکبی که بیش از 30 ماه است که بدون یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد، وضعیت نگران کننده حسین رونقی و 15مین روز اعتصاب قضای وی، 26 روز بیخبری از مریم شفیع‌پور فعال مدنی، نگرانی از وضعیت رضا شهابی، جلوگیری از درمان محمد رضا پورشجره، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعدام‌های پی در پی. بر اساس آخرین گزارشگران بدون مرز، ایران در حال حاضر دومین زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران و مطبوعات در جهان است. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندانی سیاسی آزاد باید گردد! یعنی احکام صادره علیه زندانیان محکوم به اعدام را به اجرا درآورد. دستگاه سرکوب در رژیم جمهوری اسلامی با تعقیب و بگیر و ببند، محاکمه و زندانی کردن فعالین کارگری و دیگر فعالین سیاسی و مدنی و همچنین تشدید موج اعدام‌ها در صدد است تا جلوی گسترش اعتراضات و تلاش برای سازماندهی کارگران را بگیرد. نیروهای امنیتی و قوه قضاییه رژیم امیدوارند که با اعمال فشار سیستماتیک بر جنبش کارگری، زنان و جنبش دانشجویی و دیگر فعالین جنبش‌های سیاسی و مدنی و دیگر اقشار معترض در جامعه را مرغوب نمایند و جلوی گسترش اعتراضات آنان را بگیرند.
بعد از پیروزی حسن روحانی در نمایش انتخابات ریاست جمهوری کلی و به ویژه جنبش کارگری بیشتر شده است. مبارزین سیاسی و از اعضای سازمان پناهندگان بی‌مرز ضمن تشکر از مسئولین که موجب این اعتراض شدن و از تک تک شما که زحمت کشیدید اینجا آمدید تشکر میکنم. امروز ما صدای زندانیان سیاسی هستیم. امروز ما صدای ملت ایران هستیم. ما ملتی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران، حکومتی که با کشتار ملت ایران به سردگی خمینی جلاد و همراهانش با فریب دادن مردم بنیاد نهاده شده است. میراث خمینی و همراهانش در طی حیات حکومتشان مرتکب چنان ضد بشری زیادی شدند و در این سالها برای ایران به جز فدای خفقان، شکنجه، زندان، اعدام دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا و تمامی آزادی خواهان چیزی دیگری به ارمغان نداشته است. ما تمامی آزادی خواهان و ملت ایران از سازمان‌های حقوق بشر جهان به خصوص سازمان ملل و شخص احمد شهید می‌خواهیم که سران فاسد ایران و شخص خامنه‌ای را محکوم دانسته از دادگاه لاهه می‌خواهیم هرچه زودتر به وضعیت ملت ایران رسیدگی کنند. اسلامی بر علیه اعدام سنگسار نشون بدیم و همچنین حمایت خودمون را از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اعلام کنیم. طبق آماری که خود خبرگزاری ایسنا در سال 1199 تیر ماه ارائه داده 580 نفر خبر دست کم 580 نفر خبر داده که اعدام گردیده و با ماه مارس گزارشگر ویژه اعلام کرده که 297 اعدام رسمی که توسط رسانه‌های رسمی اعلام شده، 200 اعدام مخفی هم توسط اعضای خانواده‌ها و مسئولان زندانی و قوه قضاییه تصدیق شده و 58 مورد بر جمهوری اسلامی. بر جمهوری اسلامی. برای این آکسیون اینجا داده که ما انزجار خودمون رو علیه ظلم و ستم حکومت جمهوری اسلامی نسبت به تمامی فعالین مدنی و اجتماعی و سیاسی خودمون که در زندانهای قهار این رژیم به سر میبرند اعلام کنیم و از این اعدام هایی که حالا در روز چندین اعدام هایی میشه که ما خودمون حتی ازش اطلاعی نداریم و هیچ خبری نداریم و اعدام هایی که در زندان های مخوف این رژیم انجام میشه. جمهوری اسلامی طی این 34 سال حکومتی که در کشور برقرار کرده جز ظلم، ستم و فحشا و کودکان کار و مسائلی که برای تمام مردم پیش آورده کاری دیگری نکرده. ما این حکومت رو محکوم میکنیم، این رژیم استبدادی رو محکوم میکنیم و خواستار سرنگونی این رژیم استبدادی هستیم. من حرف دیگری ندارم. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر اصل ولایت فقیه. مرگ بر اصل ولایت فقیه. توی سرگل استور در حمایت از مادران پارک لاله و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی که دعوت میکنیم از همه عزیزان مبارز شرکت کنید.